اینم یه نون آسون و خوشمزه که به راحتی میتونید تو خونه درستش کنید. برای درست کردن این خمیر ابتدا خمیر مایه، شیر خشک، نمک و شکر رو به آردمون اضافه میکنیم و کاملا مخلوط میکنیم. سپس یه دونه تخم مرغی رو که داشتیم هم میزنیم، نصفش رو به مواد اضافه میکنیم. شیر رو یک باره به مواد اضافه کرده و آب رو کم کم به موادمون اضافه میکنیم. کاملا ورز میدیم. حدود 7 یا 8 دقیقه که ورز دادیم کره رو اضافه میکنیم و حسابی نفه ورز میدیم تا یه خمیر نرم و لطیف به دست بیاد. خمیر رو با دستمون چونه میکنیم و داخل یه ظرفی که از قبل چربش کردیم قرار میدیم و روش رو میپوشونیم. میذاریم استراحت کنه. حدود 40 دقیقه تقریبا میذاریم بمونه تا حجمش 2 برابر بشه. بعد پف خمیر رو با دستمون میگیریم و دوباره من اینجا چونش کردم و با کاردک به 6 قسمت مساوی تقسیمش کردم. هر کدوم از این قسمت ها رو با دست چونه کنید و روش یه پارچه تمیز بکشید و 10 دقیقه بهش استراحت بدید. بعد هر کدوم از این چونه ها رو بردارید با دست کاملا پهن کنید و فرم بدید بهشون و داخل سینی فرتون بذارید و دوباره روش یه پارچه تمیز بندازید و استراحت بدید تا حجمشون حدود 2 برابر بشه. وقتی حجم خمیرهاتون 2 برابر شد، حالا وقتشه که رومال کنید و داخل فری که از قبل روشن کردید و کاملا داغ شده قرار بدید. نکات کپشن رو هم فراموش نکنید و نوش جونتون.